کلید محافظه جان چیه؟ کلید محافظه جان همون کلید نشتی جریانه که مخفف میگن RCD. به زبون کوچه بازاری بهش میگن کلید محافظه جان. حالا به زبون ساده بخوایم بگیم چجوری این میخواد کار کنه. این کلید خیلی راحت میاد جریان ورودی و با جریان خروجی مقایسه میکنه. یعنی چی؟ یعنی آقا جریان هم تو سیم نول وجود داره، هم تو سیم فاز وجود داره. حالا اگه این وسط یه اختلافی وجود داشته باشه، یعنی چی؟ یعنی تو سیم فاز ما یه جریانی داشته باشیم که تو سیم نول به مقدار کمتری از اون باشه. در این حالت کلید RCD تشخیص میده و ولتاژ رو قطع میکنه. حالا اختلاف جریان بزن شما چجور به وجود میاد؟ دو تا حالت داره، یا اینکه اون برق از بدن یک انسان عبور کرده و رسیده به زمین، یا اینکه یه سری دستگاه لوازم خانگی مثل یخچال یا لباسشویی به خاطر اتصال بدنی که دارن یه ولتاژی رو به زمین وارد میکنن که باعث عبور جریان میشه. حالا اینجا اگه بخوایم به صورت خلاصه و مفید بخوایم علائم مشخصات این کلید RCD رو با هم دیگه شرح بدیم، به این صورته. اولی که دکمه تستی اون بالا وجود داره، زده تست مانسلی، یعنی مایه تست بگیرید و این عملکردش درسته، غلطه، مشکل داره یا نه. خب این چیه؟ این جریان نامی، یعنی حداکثر جریان مداوم که دستگاه برای اون طراحی شده. UN ولتاژ اسمی دستگاه، یعنی دارن ولتاژ کار 230 ولت. دلتا این جریان نشتی که برای این کلید محافظه جان 30 میلی آمپر. اون 6000 هم که نوشته همون ICN، یعنی جریان اتصال کوتاه، یعنی حداکثر جریانی که اتصال کوتاه و اتصال کوتاه رد میکنه 6000 آمپر. عدد 22.5 کیلو هم که مربوط به حداکثر جریان ضربه‌ای. با این هم که نقشه عملکردش رو زده و آخرش هم که استانداردش زده که این کلید RCCB نیست، فقط RCDه. ممنون که ویدیو ما رو تماشا کردین. ما رو حمایت کنین، لایک و سابسکرایب.